خب قول داده بودم که هر دستگاه رو یادتون بدم که چجوری حالا کار میکنه. خب این دستگاهی هستش که به این صورت کنار هر دستگاه یه دونه کلید هست که اینو سمت عقربای ساعت میپیچونی روشن میشه، وارد مدار دستگاه میشه. از 3 تا دینام تشکیل شده، 2 تا مته با یه دونه دینام تشکیل شده. عرضم بزرگتون که این دکمه رو نگه داریم، جای دستگیره ها رو در میاره. این دستگاه پروفیل اینجا خوابیده میشه. روش اتوماتیک برمیگرده و جای دستگیره ها سوراخ میشه توسط این 3 تا مته. این هم که با پمپ باد کار میکنه. بعد عرضم به حضورتون که این دستگاه حالت آزاده، هر کدوم سوراخی داره که میشه اینو برداری بندازی مثلا تو این سوراخ. دستگاه دیگه توی این محدودی کار میکنه که هر کدوم این سوراخ ها کارایی جدای خودشو داره. حالا مثلا این شکل دستگیره، برای دستگیره شکل دستگیره است که اینجا میذاری شکل دستگیره رو کامل. ببینم تو فیلم مشخصه نه. دستگاه دیگه این بیشتر حرکت داره. اگه بخوای تو حالت آزاد قرارش بدی، هر کدوم این سوراخ ها برای یک کاریه. حالا اگه دوست داشتی مثلا دستگاه آزاد کار بشه دیگه، اوستا شدی دیگه، به هر حال خودت میتونی در بیاری اون شکل رو میذاری و که با این کلید هم روشن میشه. این به همه جا چرخ می‌خوره. با این جک هم میاد کن. کنیم خب لازم به ذکری که بگم این جک هم با این یعنی پروفیل اینجا قرار میدی. حالا پروفیل آینده قرار میدم که ببینیم چجوری اصلا زده میشه، متاش به چه شکل زده میشه. حالا فعلا توضیح مختصری درباره خود دستگاه میدم که به این صورته، کارایش به این شکله. پروفیل اینجا قرار میدی به صورت جداگانه. دستگاه باید پروفیل رو فیکس کنه، جاش تکون نخوره، محکم باشه که این متاها خدا نکرده جابجا نشن، نشکنن. الان پمپ بادمون هم خالی شده که این با این دستگاه بادش میکنه. این دستگاهی که پمپ بادش شیر فلکه رو آزاد میکنه. به محض اینکه شیر فلکه باز بشه، پمپ هوا رو وارد کانالا میکنه، کانال تقسیم باد میکنه و وارد دستگاه میشه. به این صورت نگه میداره و ادامه کار که بهتون نشون دادم با این دستگاه. اینم به این صورته. خب برای مته پایینی هم با همین دکمه‌ای که بالا میزنیم این مته صدا برای شده. برای روشن کردن مته پایین هم همینو ولی به سمت چپ میچرخونیم
خودش اتوماتیک میاد و یه چاک کوچولویی به پروفیل میندازه برای خروج آب. اصولا برای هر 1 متر 2 تا دونه چاک میندازن. حالا به این صورت. این شد آموزش مختصر این دستگاهی که با مته سوراخ لازم رو براش ایجاد میکنه برای پروفیل شاسی. بریم برای توضیح دستگاه بعدی.